در مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده نیز به خاطر استقبال عید نوروز آمادگی‌ها به نظر می‌رسند. مسئولین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 دیهات جور رحمانوف به این جشن تاریخی تیاری پخته دیدند. عین زمان نرم‌کنی بیخ نهالان و سفیدکنی درختان جریان داشته، همچنین خوانندگان همراه آموزگارانشان در انجام دیگر کارهای آبادانی سهم ارزنده می‌گذارند. اولا سلام و درود نهایت پر از سرشار از قلب پاک مایان تمام طالب علمان این درگاه و آموزگاران آن به کل مردم شهر ترسونزاده باد و بعداً همه تمام مردم شهر ترسونزاده را با این جشن بین المللی نوروز عجم که رسم و آیین اجدادان ماست و همچنین با فرمان پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان که این سال نوروز بین المللی یعنی نوروز جهانی در شهر ترسونزاده ما برگزار می گردد و با این جشن مبارک تبریک و تهنیت می گوییم و برایشان خانه آباد، تندرستی، آغاز زندگی نو و تازه، آغاز امید و آرزوهای نو را تمنی داریم. چطور شما می بینید بخشیده به نوروز عجم در تمام حدود شهر ترسونزاده کارهای آبادانی گذرانده شده است. از همین جمله در مؤسسه ما نیز در هر یک هفته در درس‌های تعلیم مهنت ما خوانندگان با رهبری آموزگاران با رهبری دیرکتور مؤسسه به کارهای آبادانی میبراییم و سهم خود را در آبادانی شهر در آبادانی کشور عزیزمان میرسانیم. باید گفت که از حساب خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 برای شرکت در چهاربینی‌های فرهنگی امسال نزدیک 100 نفر خواننده به مشغولیت‌های فرهنگی جلب شدند. امروزها در مؤسسه برای اشتراکچیان مشغولیت‌های فرهنگی لباس‌های عیدانه آماده می‌گردند. لباس‌ها را خود آموزگاران تعلیمگاه دوخته ایستادند. مسئولین تعلیمگاه رقم 8 دهه توجیه هم برای تجلیل عید نوروز تیاری پخته دیده در سرسبز و خرم گردانیدن صحن مؤسسه‌شان حصه ارزنده گذاشتند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 598 خواننده تحصیل گرفته ایستاده است که از آن 298 نفرشان دختر هستند. به هممان معلوم است که به قرار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این سال در شهر ترسونزاده یعنی نوروز بین المللی جشن گرفته می شود. از این لحاظ یعنی از مکتب ما 100 نفر خوانندگان یعنی دختران در این پیشوازگیری نوروز بین المللی اشتراک کرده ایستادند. غیر از این در مکتب کارهای آبادانی را گذرانده ایستادیم که هر روزهای شنبگی و دیگر شنبگی ها گذرانده ایستادیم. یکی از سنت‌های بسیار نیک و شایسته نوروز آن است که آدمان به استقبال این جشن فرخنده نه تنها مکان زیست و اشیای روزگار و سر و لباس خویش را نو یا تازه و آزاده می‌گردانند، بلکه قلب و باطن خود را از کینه و عداوت و خشونت و بدبینی پاک می‌سازند. همدیگر را با چهره کشاد و آغوش پرمهر استقبال می‌گیرند. ما در روزهای جشن نوروز تنتنه واقعی شعار ابد زنده نیاگان خردمندمان گفتار نیک، پیندار نیک، رفتار نیک را مشاهده می‌کنیم. در نظر است که نوروز امساله را مردم شرفمند ترسونزاده شهر با شکوه و شهامت خاصه استقبال گرفته با این راه در حفظ سنت و ارزش‌های نیک نیاگانمان نقشی ارزنده می‌گذارند. گزارش دلشاد رحمانов و دلمراد شریپов برای برنامه اطلاعاتی خبر.